سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. امروز خدمت شما هستیم با 6 تا از بهترین دک های کلش رویال با کارت لاوا. از چت جی پی تی خواستم که 6 تا از بهترین دک های لاوا رو به ما معرفی کنه. دک اولش مینیون ماینر، دک دوم لاوا مگا مینیون هورد با والکری، دک سوم لاوا لایتینگ و قفس اسکلت، دک چهارم لاوا هوند با پادشاه اسکلت، دک پنجم لاوا هوند سایکل با مینی پکا و دک آخرم لاوا با الکترو ویزارد. نمیدونم این دکا رو از کجاش در آورده، ولی خب میریم تست میکنیم ببینیم چطورشون. از نظر خودش که دکای خوبی معرفی کرده. من میرم این دکا رو بچینم، بعد اینکه چیدم دوباره برمیگردم. فعلا خیلی خوب دوستان، دوباره خوش اومدین به کانال خودتون. من 6 تا دک لاوا رو چیدم و الان خیلی تند و سریع میریم تو کارش و بتل قراره بزنیم. بریم تو کارش. بریم ببینیم از این دک اولمون چی در میاد. یه دونه ماینر سمت راست، روح سلطنتی. نتم که داره یه خورده نوسان میخوره. از این طرف ویچ زده، ما یه فلای ماشین میزیم برای دفاع ویچش فعلا. اسپل ریشه، سمهای جدید در کلش رویال. آماده ایم که یه دونه لاوا رو از سمت راست بریم واسه ایجاد رو وحشت. این از لاوا و طرفم مگان نایت رو میکنه. ما یه دونه بالون هم برای حمایت از لاوا میریم. مگان نایتشو فعلا دیده میگیریم و طرف تاور ترید که مجبور شدم بکنم با طرف، مجبور شدم تاور ترید انجام بدم. ایرادی نداره چون کارتی برای دفاع مگانایتش نداشتیم که بتونه اونقدر خوب دفاع کنه. مگانایت اون در زجه بی خودی میزنه که مثلا تاور شما ندی. احمق، تو هرچی تاور رو من ندی بهتره، چون که این تاور اکتیو نمیشه که بخواد لاوا رو بهتر دفاع کنه. یه خورده آدم باید فکرشم تو بازی بذاره. گاهی وقتا یه تاور بدی خیلی جلوتر میفتی. من که بالاخره با مهندر اون تاورتو میگیرم، لایتینگ هم داره. چجوری اینقدر سریع سایکل میکنه گستش رو نمیدونم. اسپل ریشه، بعد استفاده کرد اسپل ریشهش گافر رو ریز داد. این ویچ تکامل رو انداخته که اصلا کار رو در بیاره. منم یه لایتینگ رو سر ویچش. طرف اکسیر نداره اونقدر و داره گافر رو میده بالون چسبیده و کار رو در آورده. اینم 3 ستاره از اولین مچ. بریم سراغ مچ بعدی. دیگه من اومدم ایموجی بدم به طرف، انگاهی دستم خواهی لحظه ویدیو قطع شد، خواهی میکنم. مچ اول با این دک از لاوا فین شد. به نظرم دک خیلی خوبیه، دک بالانسیه، هم دفاع زمینی هم دفاع هوایی و حمله های هوایی. میریم برای تست دک دوم که والکری و کنون و لاوا و مینیون هورد. 3 تا مینیون با همن. من عاشق کارت مینیون هم. دک مورد علاقه هم دک دابل مینیون لاوا دابل مینیونه. بریم ببینیم که با دک لاوا مینیون ها، همه مینیون ها چی کار میکنیم.
فرست بری لاوا رو از سمت راست میریم، طرف ماسکیتر انداخته، فکر میکنم که هوک سایکل پلیر باشه. در کل ماسکیترش خیلی بد انداخته الان. آره طرف هوک سایکل پلیره. یه فایر بال افتضاح از خودم دارم، از اون روزایی که انگار قرار زیاد گاف بدم. چه گاف بدی دادم، تاور راستون نصف شد. حالا باز جای شک داره که کار بیختار نشد کلن تاور بدیم. من چون همین ویدیوهایی که ضبط میکنم و فقط توشون دارم بازی میکنم، خیلی وقت دست به گیم نمیشم چون وقت نمیکنم. تو دنیای واقعی خیلی کارا دارم، خیلی دغدغه‌ها دارم که اونقدر وقت نمیکنم پای گیم بشینم. یه فایربال برای دوباره فایربال رو بد زدم دیگه، دارم خیلی نوب بازی در میارم، عذرخواهی میکنم از شما. خب چیزی نیست، طرفم اونقدر فکر میزونم فایربالش رو میستاد و تاور رو ازش چاپیدیم. وقتی تو میس میدی طرفم میس بده جالب میشه، باز همیشه یه ریر میشه. یه لاوا دیگه از سمت چپ میریم، یه خورده وقتشو بهش نشون بدیم پرو بازی کردن با لاوا چطوریه و دوباره اینو ثابت کنیم که هوک سایکل پلیر حریف من نمیشی. بچه نزن. طرف ماسکیترش انداخته، ما هم یه مگا مینیون رو میکنیم. یه فایربال اینجا برای هم ماسکیترش هم فایربالش. یه دونه ماینر میریم این ور، ماسکیترش رو بندازه. دوباره هوک استفاده میکنه، ما یه دونه کنون کارت رو میکنیم. مینیون ها رو ببینید، عشق میکنم میبینم اینقدر مینیون تو زمینه. دک دومم با موفقیت تست شد. دک دومم دک خیلی خوبیه چون هوک سایکل یه دکیه که خیلی اذیت میکنه آدمو و با این دک بشه هوک سایکل رو زد، خیلی دکای دیگر هم میشه از پا در آورد. دک بعدی ما یه دکی که توش 4 تا کارت تکامل وجود داره و با عوض کردن هر کدوم از این کارت های تکامل دک یه سیستم جدید به خودش میگیره، یه سیستم دفاعی و حمله جدید به خودش میگیره. ما فعلا همین بیس اصلیشو میدونه تست میکنیم و از بتلای بعدی جای ایواها رو عوض میکنیم تا بهتون نشون بدم دکا چه تغییری میکنن. میریم تو کارش، میریم برای بتل سوم که ببینیم این دک چی از آب در میاد. اصلا دست کارت فرست پلی نداریم، باید منتظر بمونیم حریف بازی رو شروع کنه. همچنان منتظریم. بازم هوک پلیر رو خورده. طرف روگش رو دیگه رو نکرد. به نظرم باید از شروع مسابقه نهایت استفاده رو میکرد، چون من لاوا بیاد دستم به کسی رحم نمی. هوک پلیر نیست و خیلی سمی تر از هوک پلیر هست. خب حملتو کردی، تلاشتو کردی، حالا بشین نگاه کن چجوری با لاوا باید بره جایی که نباید بره. لاوا رو از سمت راست میریم،
منتظر حریف میمونیم ببینیم چه کارتایی میخواد بکنه. لایتینگ دستمونه، احتمالا الان ماسکیترش هم بندازه. من یه دونه بیبی دراگم میرم این ور. خیلی بد بازی کرد، من از لایتینگ هم استفاده میکنم و یه قفس گابلین اینجا. اوه قفس گابلین هم بد انداختم. من زیاد از کارت قفس گابلین استفاده نمی کنم، واسه همون زیاد تو شرفه نیستم. الان تازه من فهمیدم که قفس گابلین رنج داره و تو رنج باید بذاری تو طرف کارتاشو بکشه داخل. اشکال نداره، تجربه شد به هر حال. یه اینفرنو دراگین و یه دونه مینیون اینجا، یه قفس گابلین اینجا، یه دونه بیبی دراگم این ور، یه دونه فایربال اینجا، این فدرال، افو اسکلتون. 7 ثانیه و طرف حریف ما نشد. این دکم باز به نظرم دک خوبی بود. اگه بتونیم باش یه ذره تمرین کنیم، خوب پلی بدید، دک قابل قبول و خوبی. واسه اینکه ویدیو طولانی نشه همین ویدیو رو همینجا به نظرم تموم کنم بهتره و باقی دک ها رو و همین دکم حتی خیلی جا به جایی بکنی کل دک عوض میشه. گفتم بهتون قبلا. برای باقی تست باقی دک ها میسپاریم به ویدیوهای بعدی که ویدیو زیاد طولانی نشه. خیلی ممنون دوستان که تا آخر تماشا کردید. خیلی ممنون از حمایتاتون. تازگی ها خیلی هاتون از من حمایت کردین با کامنتاتون، با لایکاتون، با صحباتون. واقعا فکر نمی کردم اینقدر بخوان مردم ایران توی زمینه ازم حمایت کنن. خیلی ممنون از لطفتون که همیشه ما لطف دارید. ارادت. خیلی مخلصیم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.